وزارت تندرستی تاجیکستان بعد قریب یک ماه انکار ثبت حالت نو کرونا ویروس شام 9 نوامبر خبر داد که شبانه روز آخر در جمهوری دو حالت نو گرفتارشوی شهروندان به بیماری کرونا ویروس نو کووید 19 به قید گرفته شده. در عین زمان دو نفر از بیماری مذکور سالم گردانیده شدند. بار آخر این وزارت روز 15 اکتبر به ثبت دو مورد نو گرفتاری به کرونا ویروس خبر داده بود، ولی معلوم نیست که آیا این دو بیمار که سالم گردانیده شدند همون دو نفر است که 25 روز قبل گرفتاریشان آشکار شده بود یا نه. به صورت عموم وزارت تندرستی تاجیکستان از 13 سپتامبر به این طرف موقع به نیستی رسانیدن کرونا ویروس در کشور رو پیش گرفته. در این قریب 2 ماه تنها 4 مورد نو گرفتاری به این ویروس، 2 مورد در روز 15 اکتبر و 2 مورد در روز 9 نوامبر رسما تصدیق کرده است و خلاص. بنا به آمار رسمی وزارت از آغاز پاندمی تا شام 9 نوامبر در کشور 17088 نفر گرفتاران سرایت کرونا ویروس نو کووید 19 به قید گرفته شده. از این شماره تا سانه ذکر گردیده 16962 شفا یافته، 124 نفر متاسفانه بر اثر این بیماری فوتیدند. ثبت دو حالت نو گرفتاری به کرونا ویروس در تاجیکستان در حالی است که بسیاری ها از احتمال به موج نو بیماری روبرو شدن جمهوری در پس منظر اوج گرفتن موسم بازگشت مهاجران از روسیه بانگ استراب میزنند. حال روسیه با حدود 40,000 حالت گرفتاری به کرونا ویروس و مرگ تا 1200 نفر در یک روز از این بیماری به یک منبع بزرگ پاندمی در جهان تبدیل یافته است. متخصصان از جمله طبیبان اظهار نگرانی میکنند که بازگشت مهاجران میتواند وسیله گسترش دیگر باره کرونا ویروس به تاجیکستان شود.